ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه با ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و یاران همیشگی پیک شادی. سلام بر شورشگران و شورشیاران که دایره حضورشون جهانی رو فرا گرفته و هر کجا که باشند با فریاد آزادی بر لب و با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، از مرزهای سرخ انقلاب دموکراتیک مردم ایران حفاظت میکنن. اون لبخند ارزشمند و شادی پایداری که ایران زمین بهش نیاز داره در پرتو همین تلاش دست جمعی محقق میشه. با امید به این که بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهاتون بیاریم، توجه شما رو به بخش اول برنامه این هفته جلب میکنیم. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که مثل بید داره میلرزه و مدام نسبت به گسلهای جامعه آه و ناله میکنه. خب یه اختلافاتی قهرن وجود داره، این اختلافات رو نباید تبدیل کرد به گسل. هر کی ندونه عظما به خوبی میدونه که هوا خیلی پسه و به زودی چارچرخش رو هواست. و ویلن چه باچالا بر خودش در خوابش زینو. البته الان دیگه کار عظما از گسل و این حرفا گذشته و به قول مهراش به گسست رسیده. میگه چی؟ میگه ما تو این 44 سال گسست نسلی رو کار کردیم، گسست قومی رو کار کردیم، گسست مذهبی هم کار کردیم. امروز باید این تبدیل گسست اجتماعی بکنیم. بعد چی کنیم؟ این گسست اجتماعی رو تبدیل به گسست اجتماع و حاکمیت بکنیم. این گسل ها و گسست ها کار هیچ کسی نیست به غیر از آخوندها و دزدی ها و جنایت هاشون. قد بفرمایید 90% ارز کشور دست دولته، این رو همه میدونن. نفت، پتروشیمی، همه اینها. چند درصد ارز دست مردم آقای دکتر؟ آقایون مدیریت درست نمی کنن، عدم ثبات، این که میگن احتکار میشه، این که میگن نمیدونم پول ملی خارج میشه، امثال اینها مدیریتش با کیه؟ آیا دولت تونست سیاست گذاری بکنه که مردم نگران نباشن از آینده خودشون؟ این رو باید بانک مرکزی جواب بده. امروز اختیار بانک مرکزی دست خودش نیست. این هپلی هپو کردن ها کار رو به جای رسونده که قیمت یه بسته اسکناس 100 تومانی چند برابر خودشه. بسته یک تاس از سوپر بانکی 100 تومانی امضای نوربخش نادری فیضیه، فیلیگران فهمیده، کیفیت سوپر بانکی، قیمت 4,600,000 تومان. این هم وضعیت خودروهای ساخت داخل که قرار بود دانش بنیان باشه. سلام رفقای عزیز، امروز جلو مغازه یه تصادف شده. ببینید پراید به چه روزی افتاده. امنیت ماشینای ما رو نگاه کنید. حالا ببینید چی زده بهش. یعنی هیچ چیش نشده این ماشین، پلاکش هم حتی تکون نخورده، هیچ چی نشده.
حالا این وسط آخوند رئیسی چی کار میکنه؟ هیچی، طبق معمول سوتی میده. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. انشالله انشالله انشالله. منافع مادی و معنوی اونها به خطر بیفته. همه میدانند خواست امریکا امروز چی داریم؟ بسیار داریم، ولی کوچکترین هم باشد ما رو پای خود بایستیم. امنیت، علم آموزی و علم افزایی. و السلام علیکم و رحمت الله. البته یادمون نرفته که رئیسی برای رسوندن اقتصاد به این نقطه تنها نبوده، کلی اقتصاددان داشته. این مدیریت حلقه مفقوده کشوره. بسیاری از اقتصاددانها رو بنده میتونم به خط بکنم برای رفع مشکلات کشور و این کارو خواهم کرد. کما اینکه تو جایگاهی بودم بسیاری از اقتصادیونی که امروز فعلا هستن جزء مشاورین و کسانی بودن که همواره با من کار میکردن. ته خط کار به اونجا کشید که اقتصاددانهاشون به جایی که راه حل بدن هشدار میدن. بنگریم به روزی که خدایی نکرده بگن این آخوند بوده، همینجا بایستی که مردم اعدامش کنن، این بسیجی بوده. آخوندام که دیدن وضعیت خیلی خیته پشت رئیسی رو خالی کردن و اینطوری باش حرف میزنن. سلام، ملا نصرالدین روزی با خرش داشته میرفته و برعکس روی خرش نشسته بوده. یه بنده خدایی میبینه و سوال میکنه، میگه ملا نصرالدین، میگه بله. میگه چرا برعکس نشستی رو خرت؟ میگه برای اینکه این خطرات که از پشت احتمال وقوع داره من از اونا مطلع بشم و کنترلشون کنم. میگه بس ملا این خطرات که از جلو امکان رخ دادن داره چی؟ میگه اونا رو خرم میبینه دیگه. آقای رئیسی به خدا قسم برعکس نشستی رو صندلی ریاست جمهوری. دلار داره میشه 50,000 تومان. جوونی ماها داره میره، شما انگار نه انگار. البته ریزش تو نظام ولایت بیخدارتر از این حرف هاست. ببینید کار به کجاها کشیده. با صراحت میگم دینی که روح الله خمینی درست کرد به نام ولایت مطلقه فقیه، من به این دین کافرم و اینو بدونید، این دین رو از هر راه شیطانی پستر میدونم. ضربه هایی که نثار فک و فوک عظما شده صدای مشاوراش رو هم در آورده. یه پروژه‌ای علیه ما داره میگذره و اون پروژه بدنامسازی جمهوری اسلامی، پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی و پروژه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی است که این خیلی چیز خطرناکه. حتی خطرناک به این معنی که برای منافع ما رو تحت تاثیر قرار میده و ما باید مراقبت بکنیم. به خاطر جلوگیری از این ضربه ها بود که خمینی ملعون سالها پیش دنبال دیوار زمینی و هوایی بود. من فکر میکردم که اگر ما بتوانیم یه دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، بین ممالک اسلامی و چی بکشیم، دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست اونها نجات پیدا کند و حتی ترقیاتشون را ما عذرشا بخواهیم به نفع ما بیشتر است. مشنگستان این هفته رو با خاطره از خمینی گور به گور شده شروع میکنید که معلوم شد هم فیلم هندی بازی میکرده هم تو کار سیراب شیردون بوده. سلام کرد به حضرت، جواب دادم. حضرت دستشون شمشیر بود، دادن به این آقا. گفت دیدم حاج آرالله خمینی با یک ضربت سر را از بدن جدا کرد، بدن بی سر حمله کرد به من، یقه منو گرفت. اون منو مینداخت زمین، من پا میشدم اونو مینداختم زمین، اون منو مینداخت زمین، من اونو مینداختم زمین. دیدم حاج آرالله دست راستش رو اینجوری کرد، اینجوری کف دست رو باز کرد، با نوک انگشت زد به شکم این، رفت تو شکمش فرو.
به مقداری رفت که امعا و احشائش رو با پنجش کشون بیرون. این مشنگم با دمجون اضافه آورده چیده دور قاب رئیسی. دکتر آیت الله کم بود، حضرتم به دمش بستن. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مردمی حضرت آیت الله دکتر رئیسی این افراد رو تحت پوشش بیمه قرار داده. ممکنه که پیامک برای اونها ارسال نشده باشه. بسیجی‌ها برای همه چی از کاخ سفید گرفته تا کاخ الیزه نوحه خونده بودن. فقط شارلی ابدو مونده بود که اون رو هم بی نصیب نذاشتن. جسارت کردی شارلی ابدو حماقت کردی شارلی ابدو حماقت کردی خون حلالم بشکن دستم پیه چی هستی شارلی بیزار دستت بیاد بالا مارکت فرانسه. این پاسدار دزد کنفرانس مطبوعاتی گذاشته، بعد خبرنگاره ازش میپرسه قرارگاه خاتم چرا مالیات نمیده؟ پاسخ رو خودتون ببینید. ادعایی که شما کردید که قرارگاه خاتم الانبیا تو این 5 سال گذشته مالیات نداده، حتما باید مستندات ارائه بکنید. حتما باید مستندات ارائه بکنید و الا قابل پیگرد قانونی است. شما نمیتوانید یک نهاد رسمی کشور رو متهم بکنید به عدم پرداخت مالیات بدون مستندات. شما بعد از جلسه حتما مستنداتتون ارائه بکنید، در غیر این صورت دادستانی ما نسبت به شما اعلام جرم میکنید. عنایت بفرمایید. البته مهره‌های شاه و شیخ جفتشون این کارن. وقتی در برابر سوال و حرف مخالف قرار میگیرن قاطی میکنن. متاسفانه اینی که الان میخوام بگم انتقاده. ما از یک کسی داریم طرفداری میکنیم که خودش نمیخواد جلوی هیچ تلاشی بکنه. شما تو چه ببینید انتقاد، شما تو چه موقعیتی هستین که از طرف کسی دیگره که منظورتون شاهزاده رضا پهلوی است نمیخواد بیاد؟ شما اصلا تو اون کریبر نیستین که بخواد نظر بدین. مسلم این انتقاد شما بسیار مغرضانه است، به هیچ عنوان به اجازه نمیدم. شما سگ کی باشین که بخوان ایراد بگیرید؟ حالا ببینید این جماعت چه روی دارن که تو روز روشن جلوی دوربین از شکنجهگرا تعریف و تمجید میکنن. در واقع یک مرد شریف که کمک کرده برای حفظ ساختار امنیت کشور که عزیزنگین ایران در دست در واقع اهریمن نیست و بعد این مرد شریف باعث شده که جمعی اشرار که کارشون تروریست بوده در واقع بیان و این کارها رو دروغ‌ها رو ببافند برای شستشوی مغزی نسل جمع. اینجاست که بادکنک دموکراسی خواهی بچه شاه میترکه و حتی لابی‌های شناخته شده رژیم هم اون رو میکنن. چرا ما بخوایم شفاف نباشیم؟ آقای رضا پهلوی راهنمای در سر دوراهی راهنمای دموکراسی رو میزنه، اما به دیکتاتوری میپیچه به دیکتاتوری. آقای رضا پهلوی از آقای خمینی مثل که درس خوبی گرفته که باید راهنمای دموکراسی رو بزنه ولی به سوی فاشیست بره. این برنامه ریزی چیده است. سکانس پایانی خبر تو خبر این هفته به ترانه ویژه اختصاص داره، اونم با اجرای جنتی لعنتی. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. من همه نیروی خود را برای ضربه زدن به ما بسیج کرده است. ما تنهایی. اگر نفهمیدید بفهمید ملت ایران ملتیست که داره نمیخواد داره فحش میدن، داره نمیخواد.
اگر نفهمیدید بفهمید. جوان طلبه ما رو توی خیابان به خاک خون می‌کشیدن، بسیجیان ما رو پاره پاره کرده. اگر نفهمیدید بفهمید. ببینید که کسانی کم آوردن بریدن، فرماندهان خود من، سرداران بزرگ مسئولین درجه یک نظامیدن. اگر نفهمیدید بفهمید. اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. در 5 ماه گذشته مردم و مقاومت ایران خامنه‌ای و رژیمش رو گوشه رنگ قیام گذاشتن و بیوقفه به ولی فقیه درمانده ضربه میزنن. طبیعیه که بازخورد این ضربه ها در درون رژیم گیجی و سردرگمی و وارفتگیه. بریم سراغ آفساید که به یکی از همین ضربه های کاری و واکنش های اون در درون رژیم اختصاص داره. سلام. روز چهارشنبه 19 بهمن در کنگره آمریکا قطعنامه شماره 100 از طرف 166 تن از نمایندگان کنگره آمریکا ارائه شد که در اون به حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران اشاره میشه و نمایندگان همچنین از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک هم حمایت میکنند. این قطعنامه در عرصه سیاسی ایران واکنش‌هایی رو برانگیخت، از تهران تا لس آنجلس، از لندن تا پاریس. در داخل حکومت آخوندی همه از رئیس جمهور نظام تا وزیر خارجه تا نمایش جمعه جیغشون به هوا رفت که دیروز کنگره امریکا میاد منافقین رو، جریان تروریستی که همه عالم قبول کرده اینها تروریستند، از لیست سیاه خارج میکنه، به اونها میدون میده، به اونها توجه میکنه. این که این جانی 6 کلاسه است و چیزی از قطعنامه و کنگره سرش نمیشه رو میدونستیم. این که انگلیسی هم نمیفهمه که مثلا این قطعنامه رو یه بار یه نگاهی انداخته باشه اونم معلومه. ولی آخه 2 تا مشاورم دور و برش نیست که بهش تقلب برسونه؟ آخه دیروز از لیست سیاه خارج کرده؟ خارج شدن نام مجاهدین از اون لیست کذایی سال 2012 اتفاق افتاده، 10 سال پیش. بعد تازه خبرش به دست تو رسیده؟ بعد اونی که از لیست خارج کرد وزارت خارجه بود، نه کنگره. انگار این که مغز این هنوز تو اون راهروهای تنگ و تاریک اوین و گوهردش جا مونده. آقا کسی به این آخه خبر نمیده؟ یه این خبرم نمیخونه؟ یعنی دیگه رئیس جمهور نظامتونه، یکی چک کنه این چی میخواد بگه. البته خیلی هم دست خودش نیست، وقتی آدم اینجوری دچار نگرانی و وحشت میشه دیگه نتیجهش همینه. بریم یه توییت ببینیم از زرافه نظام امیر عبداللهیان. قطعنامه بی‌ارزش کنگره آمریکا در حمایت از مجاهدین بار دیگر اثبات کرد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم و سناریوی داعش برای ویرانی ایران هستند. البته معلوم نیست که اگر این قطعنامه بی‌ارزشه چرا رئیس جمهور و وزیر خارجه نظام سرش موضع میگیرن. اما لحن و ادبیات این توییت رو داشته باشید. میریم اونور بازار به واشنگتن. خیلی جالبه که اونجا هم افرادی پیدا میشن که نسبت به این قطعنامه همین نگرانی و همین دغدغه رو با همین ادبیات بروز میدن. اما یه چیزی که خیلی من نگران کردم، همینطور یه چند لحظه ایستادم برای بنزین خبرها رو نگاه کردم، یکی از دوستان خبرها فرستاده بود، دیدم ظاهرا اگه اشتباه نکنم رئیس مجلس داشت صحبت میکرد، جزء این افراد بود از جمهوری خواه، یک کنفرانس ویدیو با مریم رجوی و از رهبری خانم رجوی برای ایران و برای جهان صحبت میکرد. من از ابتدا مطمئن بودم که آمریکایی‌ها خیری بر ما نخواهند داشت، فقط شر نرسونن، ولی ظاهرا آمریکایی‌ها میخوان خباثتشون نشون بدن. ببینید من دارم میگم، من اصلا به هیچ وجه نگرانی ندارم، فقط چون میترسم یه سری افراد از این خبیث هایی که
دنبال نجات جمهوری اسلامی هستن دوباره راه بیفتن هم از اصلاح طلبانه که آقای به داد برسید، آمریکایی‌ها میخوان مجاهدین رو به ما تحمیل کنن. نه خیر، خیلی باید مراقب باشید. ولی ازتون خواهش میکنم اولا اینو دارم میگم، به هیچ وجه اهمیت نداره موضوع، یعنی خود موضوع اهمیتی نداره. خواهش میکنم دوستان خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید که شرایطی که الان ایجاد شده، به خصوص اینکه میتونه باز الان یک تردید ایجاد کنه. خواهش میکنم ازتون که اینو مراقبت کنید. به هیچ وجه هیچ چیزی اجازه ندید بهتون حوادث روزهای آینده رو تحت شعاع قرار بده. مراقبت کنید. ممکنه دیگران ببینن و نگران بشن. اصلا موضوع دارم بازم توضیح میدم دوستان، خود موضوع به خودی خود اصلا مهم نیست، ولی موضوعشون مهم بود ایستادم صحبت کنم باتون. ازتون خواهش میکنم مراقبت کنید. نکاتی که ممکنه بعضی رو نگران کنه، ازتون خواهش میکنم که یکی این که تاثیرگذار نیست و ثانیاً اینها به جای نمیرسن. قشنگ معلومه که خودش بیشتر از همه نگران شده، چون به قول خودش تا خبر رو شنیده زده رو ترمز که سر این حرفا رو بیاد بزنه، ولی چون حرفی نداره هی میخواد با تکرار نگران نباشید و اهمیت نداره به خودش دلداری بده، ولی خودش هم هی که به این خبر فکر میکنه دچار مسئله میشه. بعد میخواد با یه سری حرفای دم دستی مثلا به مخاطبانش رویه بده. انحرافش، اما حرکتی که این تعدادی از قانونگذاران آمریکایی کردن، البته به شما بگم این از جمع 540 نفره نمایندگان آمریکا من فکر کنم چیز 50 60 نفر حال فیلم شده، حد اکثر شاید نمیدونم چند تاشون اصلا کانگرسمن و کانگرس و من بودن و چند تاشون سناتور نمیدونم، ولی به هر حال چند تا ممکنه خبرنگار و افراد دیگه سیاهی لشکر، ولی به هر حال شاید حتی 20% مجموع حتی کنگره مجلس نمایندگان هم نیستن، چه برسه به مجموع مجلس نمایندگان و سنا. اگر میخوای تحلیل بدی روی خبر، خوبه که حداقل یه بار خبر رو کامل خونده باشی، یعنی یه تحقیقی بکن بعد بیا حرف بزن. اولا که اون جلسه که تو فیلمش رو دیدی جلسه ارائه این قطعنامه بود که یه تعدادی از امضا کنندگانش هم اونجا جمع شده بودند. خود قطعنامه که الان توی سایت کنگره هم ثبت شده در روز اعلام 166 امضا داشته و امضاهاش رو به افزایشه. تو همین چند روز از 190 امضا گذشته که این بیش از 1/3 مجلس نمایندگانه. اگر 30 تا امضای دیگه هم داشته باشه میشه بالای 50%، یعنی اکثریت. من نمیتونم، تو مخاطبانت رو چی فرض کردی که اینجوری براشون حساب کتاب میکنی؟ آخه مگه میخوای بچه گول بزنی؟ اونا هم برن سرچ بکنن 2 تا حرف دیگه هم میشنون، میبینن که این قطعنامه جدیه. به این ترتیب به نظر میاد که این قطعنامه که بنابر هر قاعده‌ای در مجلس باید اون 12 عضو کمیته اون رو اعلام بکنن، تایید کنن، نظرشون رو بدن، بعد بره به صحن مجلس. پیش از اون که به صحن مجلس بره تایید 160 نماینده رو داره که من فکر می‌کنم که با شرایط کنونی به سرعت به اکثریت مورد نیازش برسه از سوی هر دو حزب و تایید بشه. اما اون آقای نگران ریزشی اصلاح طلب که قشنگ معلومه مخش از این ماجرا رفته تو مود استرس، برای پوشوندن واقعیت کاری که انجام شده ببینید که چه تئوری آبدوخیاری رو به خورد مخاطباش میده. ولی اون چه مسلمه اینی که دیگه من امروز دیدم که تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا نشستن در یک ویدیو کنفرانس با مریم رجوی و بعدم میگه که رهبری شما برای ایران و برای جهان. خیلی اوضاع خیته. من فقط نگرانیمی هست دوستان که بعضی از لابیستای جمهوری اسلامی هم تعمدن این کارو کرده باشن برای اینکه در داخل کشور کمک کنند خوراک درست کنن برای اصلاح طلبان و سایر اراذلی که مخالف انقلاب فعلی ملت ایران هستن و خوراک درست کنن برای رسانه‌های جمهوری اسلامی و گروهی از مردم رو بترسونن. من واقعا نمیتونم درک کنم که آخه کی میتونه مخاطب این تئوری احمقانه باشه؟ احتمالاً تنها مخاطبش فقط همون کسیه که داره تو آینه ماشین میبینه. آخه کدوم عقل سلیمی میتونه باور کنه که رژیم آخوندی لابی فرستاده آمریکا که برن یه قطعنامه جور کنن تو کنگره که هم خواهان بستن سفارت‌های رژیم بشه، هم از کشورهای اروپایی بخواد که مأموراشو بیرون کنن، هم از دشمن اصلی نظام حمایت کنه، هم از حق مردم ایران برای سرنگونی نظام حمایت کنه، که بعد این خبرش بیاد تو داخل کشور منعکس بشه که یک اصلاح طلب اینو برداره یه خبر کار کنه. چی میگی تو؟ واقعا پیشنهاد میکنم بعد از این تحلیل تو دیگه اصلا رانندگی نکن، تو همون پارکینگ بمون، چون با این میزان قاطی کردن یا به خودت یا به دیگران آسیب میزنی. ببین اگر میخواستم به قول تو
با این خبر گروهی از مردم رو بترسونن، پس چرا تو نماز جمعه دارن این خبر رو میدن؟ و اما بامداد پنجشنبه 165 عضو تندرو کنگره آمریکا به بهانه حمایت از اغتشاشات ایران به گروهک تروریستی منافقین تنفس مصنوعی به امیدی واهی دادند و مدعی شدند آمریکا از خواست مردم ایران برای تشکیل جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای حمایت می‌کند و نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم توسط حکومت ایران را محکوم می‌کند. ما نمازگزاران جمعه می‌خروشیم، فریاد برمی‌آوریم مرگ بر آمریکا. نگاه کن، اینا همونایی هستن که تو میگی لابیاشون رو فرستادن که همین قطعنامه رو تصویب کنن. اینجا هم که داره صحبت میکنه نماز جمعه است. اونایی هم که اونجا جمع شدن قیام کنندگان نیستن که به قول تو قرار وحشت کنن، بلکه نیروهای خلص وفادار به نظام هستند. اتفاقا داره به همینا هشدار میده که این نوع کارها در راستای حمایت از اغتشاشات به قول رژیم، یعنی این اقدامات به مردم قیام کننده پشتگرمی بیشتری میده و اینان که مثل تو از این ماجرا دچار وحشت شدن. ولی واضحه که اینقدر ضربه براش سنگین بوده که طرف همینطور به پریشانگویی افتاده که یه جوری خودشو از تک و تا نندازه. یه طوری جلوه میدن که قرار مریم رجبی همه کاره بشه. بعد از استبداد پهلوی صحبت میکنه و اینکه مردم ایران در این انقلاب فعلیشون از استبداد فعلی و از استبداد شاهنشاهی میخوان عبور کنن. نسبت به گذشته، اگر نسبت به گذشته خاندان سلطنتی حرف میزنه و منتظره که آقای رضا پهلوی در مورد مثلا به قول اینها کارهای ساواک و کارهای قبل از انقلاب اظهار نظر کنه، سازمان مجاهدین تا حالا چند بار در مورد ترورهایی که کرده اظهار نظر کرده و خودش رو محکوم کرده. یه جوری صحبت میکنه که دیگه باید بحث رو برد تو کلاس اول مبارزه. ببینم تو فیلم شیردل یا وطن پرست رو ندیدی؟ مل گیبسون 1995. احتمالا همون موقعی که تو دفتر کروبی بودی. البته در این زمینه فیلم زیاد ساختن، ولی تو بهتره که از انیمیشن شروع کنی. انیمیشن رایا و آخرین اجرا برات خوبه، چون این فیلم برات سنگینه. تو کل تاریخ هر وقت انسان در برابر حاکم ستمگری قرار میگیره که همه حقوقش رو ازش سلب میکنه، آزادیش رو سلب میکنه، جونش هم میخواد بگیره، چیکار میکنن؟ برای آزادی چیلینگ چیلینگ میجنگن. به این میگن جنگیدن برای آزادی یا مبارزه آزادی بخش. عملیات های مجاهدین هم در همین چارچوب جنگ آزادی بخش انجام شده. رژیم یه بار برد توی دادگاه های فرانسه 1,000,000 صفحه کاغذ هم براش سیاه کرد، ولی دست آخر دادگاه حکم داد که همه عملیات ها جزئی از مبارزه مشروع مجاهدین برای سرنگونی آخوندها بوده که مجاهدین هم به همه این عملیات ها افتخار کردند، میکنند و خواهند کرد. حقیقتش اینه که به گمانم این گروه از آمریکایی تصمیم گرفتن دوباره انقلاب منحرف کنن و یک وحشتی در مردم ایجاد کنن. البته من اینجا بگم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. نه این آمریکایی غلطی میکنن، نه سازمان مجاهدین میتونه کاری کنه، نه مریم رجبی پایگاهی در داخل کشور داره. اولا اون چیزی که همین الان داره انقلاب مردم ایران رو تداوم میده، همین فعالیت‌های کانون‌های شورشیه که هر شب با آتش زدن نمادهای رژیم و کوکتل زدن به اماکن رژیم دارن به مردم روحیه میدن. توی شعارهای شبانه و رژه کف خیابون هم که داریم میبینیم. تو زاهدان هم که هنوز دارن هر هفته میان کف خیابون شعارهایی میدند یا تراکت‌هایی میگیرن که خیلی آشناست. پس جای صحبت در مورد پایگاه داخل کشور کف خیابونه، نه پشت فرمون تو خارج کشور. پایگاه مجازی هم با پایگاه واقعی در داخل کشور یکم فرق داره. اما چیزی که روشنه اینه که این حرفها به هیچ وجه اون نگرانی که توی دلش به وجود اومده رو تسکین نمیده، چون عین همین نگرانی رو تلویزیون وارثین ساواک هم از خودش نشون میده.
این روزا من میبینم که در تلویزیون های دیگه، در رسانه های دیگه تریبون داده میشه به مثلا گروه مجاهدین، یا مثلا 160 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا اومدن در حمایت از سازمان مجاهدین خلق یه سری چیزا امضا کردن، مریم رجوی ازشون تشکر کرده. خب این اتفاقا کی پیش اومد؟ کی اینها تونستن انقدر برن جلو؟ و خب ما میبینیم که خیلی ها میگن بابا حرف از اینا نزنید، مجاهد وجود نداره. چرا وجود داره؟ چرا میخوایم بگیم نداره؟ البته واکنش‌های دیگه هم نسبت به این قطعنامه وجود داشت که ببینیم. ولی مثلا یه دفعه نمایندگان کنگره آمریکا میان قطعنامه میذارن که در ایران یک جمهوری دموکراتیک درست بشه، که نماینده‌های کنگره آمریکا از خیزش مردم حمایت کردن. باریکلا. خب بعد تهش یه دفعه خانم رجوی در این اجلاس ظهور پیدا میکنه از طریق اینترنت و ببینید چه حرفای رد و بدل میشه، در حالی که همه شما یه نگرده بیا تو، همه دنبال این. من نمیگم خوب یا بدا، اصلا به من ربطی نداره، خودتون قضاوت کنید. توی این شلوغی هایی که همتون افتادین دنبال اینی که شاهزاده و گلشیفته و مسیح و نمیدونم اینا توی دانشگاه دارن حرف میزنن، دیروز کنگره آمریکا نمایندگان دوتا حزب قطعنامه تصویب میکنن که در ایران یه جمهوری دموکراتیک درست بشه و بعد خانم رجوی هم پشتش میاد. پخش کنید لطفا. Mrs. Rajavi, your leadership has been an inspiration to the people of Iran and to the people of the world. And I cannot wait to meet you personally in Tehran on Iran's Day of Deliverance. That you and the... نگاش تو. ایشون کنگرسمنه ها. آرزوی دیدار میکنه با خانم رجوی در تهران. ادامهش پخش کن. We are on the anniversary of the anti-dictatorial revolution in 1979 when a unified nation swept. خانم رجوی شما اومدی میگی که آقا جان ما در چیز پیروزی نمیدونم 22 بهمن ضد سلطنتی عرضم به حضورتون هستیم. مردم اصلا شما سر در میارین چه خبره؟ این حرفا تو کنگره آمریکا زده شده و حالا الان آقای داوود حیدری میگه این نماینده امریکایی هیچ کاره است. من امریکا هستم، هیچ کس محل این نماینده نمیذاره. عزیز دلم چرا باز میگم وقتی میگم گوش نمیدید اینها؟ آقا جان دارم میگم نمایندگان از دو حزب. شما یه آقا رو داری میبینی، نمایندگان از دو حزب، نه یه نفر، نه یک نفر که ما بگیم آقا این کنگرسمنه به درد نمیخوره، این بقاله مثلا. اشکال کار اینه که ما با رؤیاهامون یا با کابوسهامون زندگی میکنیم، نمیخوایم با واقعیات آقا دور و برتون رو نگاه کنیم ببینیم چه خبره. فقط به توضیحات آقای همایون جهت اطلاع اون مخاطبشون این نکته رو هم اضافه کنم که این آقای مک‌کلینتاک که تو این جلسه حضور داشت 14 سال نماینده کنگره است و در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا هم رئیس یک زیر کمیته است. یعنی توی کنگره آمریکا آدم ناشناخته‌ای نیست. بریم یه واکنش دیگه هم ببینیم از یکی از حامیان بچه شاه و حال و روزی که بعد از شنیدن این خبر پیدا کرده. در مجلس امریکا نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات دارن طرحی رو تصویب میکنن که طبق اون طرح برای فردای بعد از آزادی ایران یک جمهوری دموکراتیک رو در نظر دارن و یه جورایی سازمان مجاهدین خلق رو آلترناتیو خودشون میدونن. چقدر دردناک ها. مطالعاتی که من داشتم، ریسرچی که من داشتم، یه چیزی رو متوجه شدم. همه نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات
تنها گروهی که باش مکاتبه میکنن، تنها گروهی که باش حرف میزنن، تنها گروهی که باش دیدار میکنن سازمان مجاهدین خلق. یه سرچ زدم در منابع مجلس امریکا در دوره‌های مختلف، رفتم دیدم که قطعنامه‌هایی که در مجلس امریکا به تصویب رسیده که در مورد ایران هست چیا هستن. رفتم دیدم قطعنامه‌هایی که مربوط به جمهوری اسلامی نبوده، مربوط به نیروی مخالف جمهوری اسلامی بوده، مربوط به ایران بعد از جمهوری اسلامی بوده، قطعنامه‌های مختلفی بوده و یک نقطه مشترک در بین تمام قطعنامه‌ها وجود داشت و اون صحبت از ایران آزاد بود، ایران دموکراتیک، ایران فردا ویت مریم رجوی. کسی میتونه جایگزین حکومت باشه که ساختار اون سازمان و حزبش کمتر از حکومت نباشه؟ الان تو جامعه ما کدوم حزب، کدوم سازمان شرایط جایگزینی رو داره؟ با کمال تأسف تنها گزینه که وجود داره اون چیزیه که هیچ کدوممون دوستش نداریم. میان میگن درود به شاهزاده، نمیدونم رضا شاه دوم، نمیدونم این بهترین آدمه. به جای اینکه این کارا رو بکنه نیومده پرسشگر باشه. یعنی اگه بالغ سیاسی شما بودید نمیومدید کف و هورا برای یه شخصیت سیاسی بکشید، میرفتید میگفتید یه سوال ازت میپرسم، تو این 44 سال چیکار کردی؟ چرا تو این 40 سال یک سازمانی نتونستی اداره بکنی که بهتر از سازمان مجاهدین خلق باشه توی ساختار و توی سازماندهی؟ اگر شهروندان پرسشگری بودیم، مطالبه گر بودیم، از یک شخصیت محبوبی که میدونیم خطری برای ایران نداره، ولی تا الان نتونسته اون شکل اون سازمانی رو برای خودش به وجود بیاره و حتی اومده یه جایی گفته که وظیفه من نیست که حزب بزنم، من یه چهره نمادین هستم که تشویق میکنم. اینجوری. پس الان در این بزنگاه تاریخ که خیلی از کشورها دنبال آلترناتیو هستن، آلترناتیو شخص نیست، آلترناتیو یک حکومت، آلترناتیو یک شخص نیست که بگیم اوکی این حکومت رو با این هم یه نفر بیاد جایگزین خامنه ایشه. خامنه ای یه نفر نیست که یک ساختاره، یک حزب، یک گروه بزرگ و عظیم و سازمانده یافته است و مجاهدین خلق متاسفانه درست کار کرده. متاسفانه در اوجی که مطرح نبوده سرمایه گذاری کرده و پوله که به دست آورده فقط خرج سازمانش کرده و بتونه اونها رو جذب خودش بکنه، بگه ما یه سازمان هستیم، خیلی ارگانایز هستیم، نیروهامون همگی وجود دارن، خیلی از دپارتمان‌های مختلف داریم تو این سازمانمون، تو این اپوزیسیونمون، هر دپارتمان یک استان رو بررسی میکنه. ما شبکه تبلیغاتی و شبکه آگاهی رسانی در استان زنجان داریم، در سیستان داریم. اینو نه کسی کی اومد این کارا رو مثلا به نماینده مجلس امریکا نشون بده به جز مجاهدین خلق. واقع گرایانه می‌خواستم نظر بدم، من یه امریکایی بودم، یه کانگرسمن بودم، در نظر بگیرید بلا بدور، جمهوری‌خواه یا دموکرات، اصلا جمهوری‌خواه هم بودم و می‌خواستیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم. ما نمایندگان امریکایی تنها سازمانی که میتونست جای حکومت باشه همینه. متاسفانه واقعیت. بله، در نهایت میشه گفت که قطعنامه کنگره آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران و یک جمهوری دموکراتیک همینطوری یه شبه با کار یه نفر و دو نفر به دست نیومده، بلکه محصول 4 دهه فعالیت یاران مقاومت در آمریکا و همچنین متکی به پایداری 40 ساله مجاهدین در برابر دیکتاتوری آخوندی است. با همه رنج و خونی که 10,000 مجاهد و هوادارانشون در این راه دادن و میدن، اینه که نمایندگان شریف کشورهای مختلف رو تحت تأثیر قرار میده. اگر کسی میخواد بدونه این دستاورد بزرگ سیاسی مردم ایران چجوری به دست اومده، رازش اینه. وقت بخیر و خدا نگهدار. مدت هاست که حال عظما خرابه و خودش رو به در و دیوار میزنه تا شاید یک دوایی برای دردهای بی‌درمونش پیدا بکنه. پیش هر دکتری هم که بگید رفته،
اما هر بار دست از پا درازتر برگشته. بریم ببینیم آخرین دکترش چه نسخه‌ای براش تجویز کرده. عظما جون، خوب میدونم که این روزا حالت حسابی گرفته است. دلپیچه گرفتی، درست میگم؟ ای کاش دلپیچه بود دکتر، دستم به دامنه، دارم کله پا میشم، چه غلطی بکنم؟ ننه من قریبم بازی در نیار. تو خیلی قبل‌تر از اینا باید کله پا میشدی. مرگ اصلاح طلبا که تمام سوز شد. حالا دیگه دستت خیلی خالیه. خرفم شد؟ نه و نکمه. دکتر بابا اینقدر استرس نده به من، یه قرصی یه کوفتی بده بخورم ببینم چه خاکی تو سرم بکنم. مردم دهنتو آسفالت میکنن نفله. دیگه هیچی برات نمونده، نه اصلاح طلب نه اصولگرا. کف خیابونم که مردم غبار روبت میکنن. نظرت چیه؟ اونجوری منو نگاه نکن قزمید. یه کرونایی، ابولایی، ویروسی چیزی نداری بندازم به جون مردم تا از اغتشاشات خلاص بشم؟ کجای کاری تو؟ رایی نیست. میخوام یه فرصت دیگه بهت بدم. گاگل گلابی، حواستو خوب جمع کن. دو تا انتخاب بیشتر نداری. این دیگه آخرین فرصت توه. بعد از این کله پایی، این قرص براندازیه. ملت میزنن، دک و دندونتو خورد میکنن، جسم ناقصتو خورد و خمیر میکنن. این یکی هم قرص بچه شاه. با ساواکی و ماواکی میاد کمکت. اصلاح طلبای ریزشی هم هستن. خرت کردم. بچه شو هم دردی ازت دوا نمیکنه. اما میگه رهبری وقتشه که بپری هری. دستور پخت آش آلترناتیو قلابی، کاری از آشپزان گمنام ولایت در وزارت بدنام اطلاعات با هماهنگی‌های لازم استعماری. مواد لازم: پسمانده سلطنت 1 قاشق شکرخوری، وامانده های اصلاحات قلابی 1 مشت، ساواکی کپک زده نیم کیلو، شعبون بیمخای هوچی 1 گله، پرستو و لاشخور به میزان کافی، روغن دروغ 1 پاتیل، فلفل تهمت 1 خروار، فحش آبدار 3 پارچ، سایبری های بلایی هرچه بیشتر بهتر. و اما دستور پخت: همه مواد را روی اجاق من و تو بریزید و با ملاقه سانسور حسابی به هم بزنید تا کف کند. وقتی آش پخته شد کمی سس دموکراتیک به همراه پیازداغ همه با هم با آن بزنید و بین سرنشینان اتوبوس مجانی قسمت کنید. نکته مهم: این آش برای عظما خواص دارویی دارد و به سفارش پزشکان بیت بعد از بی اثر بودن داروهای اصلاح طلبی و اصولگرایی آخرین محصول آشپزان گمنام ولایت در وزارت بدنام اطلاع واک یا همون ساواک و اطلاعات شاه و شیخ است. آخوند رئیسی وقتی از صندوق بیرون اومد وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال رو داد، اما نه تنها خبری از مسکن نشد بلکه حتی در فاجعه زلزله هم نه 1 میلیون بلکه 4 تا کانکس هم به مردم زلزله زده نداد. به جاش کانتینر برای مزدورانش تو سوریه جنس فرستادن. انیمیشن کوتاهی ببینیم که نگاهی متفاوت به همین قضایاست.
خب جلسه امروز رو با حضور ابرام جاغان و حسین قنبوز شروع میکنیم. طیب الله کل اراجیفکم. عظما به نظرم از زلزله شروع کنیم. زلزله؟ هی بابا، زلزله هم شد موضوع؟ این همه موضوع مهم داریم. بودجه بیت چی شد؟ سهم سپاه قدس چی شد؟ اغتشاشات چی شد؟ زلزله که همیشه بوده، حالا کجا زلزله اومده؟ حضرت عظما توی خوی زلزله اومده. خوی کجاست؟ تو لبنانه؟ نه عظما، همین نزدیکی هست. به نظر من کار دشمنای نظامه. اول از تحریم شروع کردن، بعد اغتشاش را انداختن، الان هم با زلزله دنبال براندازی هن. حضرت عظما ما یک زلزله یاب مستعان درست کردیم که کاملا دانش بنیانه. این زلزله یاب نشون میده زلزله‌ای وجود نداره و همش القاءات فضای مجازیه. او الان اغتشاشات شروع میشه. برید یه کاری کنید این داستان زلزله جمع میشه، وگرنه ملت آنچنان زلزله ای تو بیت ما را میندازن که هفت جد و آبادمون میاد جلوی چشممون. عظما سلام. بحران زلزله را یک تنه قبل نهار حل کردم. زلزله نباید بیاید، باید به زلزله زدگان کمک شود. باید کانکساها بیایند، پتوها انشاءالله میرسند، چادرها باید برپا شوند، برق مگاواماتا باید بیاید. به باید گفتم همه این کارها انجام شود. ای خاک بر سر دو جمله رو از رو نمیتونی بخونی. برو گم شونور. سلامی، تو چه غلطی کردی؟ بله حضرت عظما، بنده این عکس ها رو گرفتم و تو فضا مجازی پخش کردم. آورین عکسای خوبیه. نیروهات کجان؟ نیروها مراقبن که زلزله زده ها اغتشاش نکنن. آورین سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه کامنت قسمت دوم همراه با بابک. منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه کامنت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و خب از کجا شروع کنیم؟ خیلی واضح، اصلا سوال نداره. از حرفهای مقام عظمای وقاحت شروع میکنیم. اون هم یک فقره قمپز ولایی که قرار همه رو مبتهج کنه. چیکار کنه؟ مبتهج کنه. ببین شما ملاحظه بفرمایید. ما گفتیم که پیشرفت کردیم. واقعیت این نمیشه، دیده نمیشه، فهمیده نمیشه. اونایی که میرن بازدید میکنن، میبینن نمایشگاه ها رو، جاها رو، اینا مبتهج میشن. بعضی ها به شدت متعجب میشن. خب بابک مبتهج شدی؟ حالا من ملا لغتی نیستم، ولی چون این دکونش لغت بازیه منظورش مبتهج دیگه. مبتهج اینجا میگه. مبتهج یعنی شاد شدن، مسرور شده. حالا اینی که من دیدم همون قطار، همون لوکوموتیو پیشرفت رئیسیه که همینجور داره دلار رو از 48 و 49 و 51 و الان هم تو آخر این برنامه گیری شد 53 و 54 که داد همه مسافرها در اومده. میگه آقا یه نیش ترمز بزن، یه تورایی بخوریم یا آنتراکت بده، همش با سرعت بالا نمیشه رفت که. ببین بابک منظورش از پیشرفت قطار پیشرفت نیست، صحبت از هواپیماست. موتور هواپیما درست کردن، موتور ایرباس درست کردن. خود خامنه‌ای هم داره نگاش میکنه، مبتهج میشه. نگاه کن. اون قولی بود که به شما داده بودیم سال 93 موتور هواپیما. خاطرتون هست فرمودید به من این موتور برای هواپیمای مسافری است، برای ایرباس از 318 تا 340 همشون همین موتورا دارن. خب بابک دیدی چطور مبتهج شده بود؟ حالا واقعا موتور هواپیما بود، موتور ایرباس بود؟ حالا اینی که من دیدم قابلمه‌ایه که درشو سلامی برای کرونایا به مستعان استفاده کرده. قابلمه‌شو گذاشتن اینجا که برای نشون خامنه‌ای بدن به عنوان موتور هواپیما، هم بگه آوریم. نه حالا همین جالبیش همین بودش که خامنه‌ای انگار مثلا یه عمری سرش تو موتور ایرباس بوده، همچی میگفت آها اینه آورین که
انگار این کاره بوده عمری. حالا خود خامنه‌ای رو ول کن، اون نفری که کنارش بود من مطمئنم تو عمرش آبگرم کنم تعمیر نکرده، چون فن 18 چرخ رو باز کرده، اصلا هم نمیدونه تولید داخلی چی هست، فن 18 چرخ رو باز کرده به اسم موتور هواپیما داره به خامنه‌ای میگه، خامنه‌ای هم میگه آفرین آفرین. موتور پراید بدون گیربکس 2 برابر اینه. حالا نگاه کن، میگفت موتور ایرباس 318 تا 340 همینه. حالا عکس موتور ایرباس 318 رو با هم ببینیم تا فرقش با این هواکشی که اینا میخوان به خورده بسیجی‌ها بدن به اسم موتور ایرباس معلوم بشه. این موتور ایرباس 318 است. خب از کجا معلوم این جعلی نباشه مال رژیم اصلی باشه؟ احتمالاً همینو میگن فردا. میگن درستش. بله. حالا بخوام یه فقره راستی آزمایی کنیم. بعد اینکه کدوم اصلیه کدوم فریب. من میگم اون موتور اصلیه که رژیم ساخته کوچولوئه، کم خرج فنه. اونو بزنن روی هواپیما، بدنه هواپیما، خامنه‌ای و بیتش و همه بچه‌ها و ایناش سوار شن، مجلس هم با تمام نماینده‌هاش، وزرا هم همه با رئیسی شخصیت‌های لشکری و لشکری کسی جا نمون، اصلا وسطم چهارپایه بذارن 2 برابر سوار کنن، یه دور بزنن. احتمالاً با اون موتور کوچیکه سرنوشت اون هواپیما اونجوری باشه که مردم ایران همه مبتهج بشن. خب بابک، حالا که صحبت موتور بنجل و دستساز و این حرفا شد، یه نگاهی هم به آلترناتیو های بنجل و دستساز بندازیم. اینو از دست نده. برای کی داره دست تکون میده؟ معلومه دیگه، امت میلیونی و رعیت‌های سلطان. اینم ادامه همون نمایشگاه فناوری بود که خامنه‌ای رو برده بودن میچرخوندن توش. ولایت مثلا همون فن 18 چرخ. ولایت یه نمایشگاه آلترناتیوهای دستساز و بنجلی داره که عین همون فن 18 چرخ که خامنه‌ای نشون میدن، خامنه‌ای میگفت آفرین آفرین، اونجا هم میگه آفرین آفرین. اما به این یارو باید گفتش بابا تو رفتی 4 تا بادیگارد استخدام کردی. البته آرزو بر جوانان عیب نیست، تو جوون هم نیست البته. خب آخه بابا ماشینی که ایستاده که محافظ نمیره رو رکابش وایسه، خب وایساده دیگه. بعدم حواست نیست اون در صیقلی ماشین معلومه که هیچکی نیست، داری برای باد هوا دست تکون میدی. اتفاقا منم دنبال همون جمعیت میگردم ببینم این برای کی داره دست تکون میده. گشتم این کلیپو پیدا کردم. اینا پایگاه اجتماعی رضا پهلویه. نقطه سر خط تموم شد. اینم امت میلیونی. اتفاقا چقدر این آدم دست و پا چلفتیه. این همه پول ملت و خودت و بابات به جیب زدید، در رفتید 4 تا ساندویچ خور نمیتونی جور کنی؟ بابا پول ملت کجا بود؟ خیلی طرف ضد فساده. ببین چی توییت کرده: غارتگران بدانند مسئولیت قضایی به کارشان نخواهد آمد و اموال غارت شده از ملت ایران باید به خزانه ملت بازگردد. بابا این حرفش. بله، البته این محدودیت کاراکتر داشته. یه جمله داشته اضافه کنم: منهای باباش و خودش و عمش و خاله و عمو 1000 فامیل سلطنتی هر کی دیگه پول برده برگردونه. بابا یه گریزی به قطار پیشرفت زدی ولی نگفتی چه خبره، الان کجاست، کدوم ایستگاهه؟ بلا از قطار زیاد خبر ندارم، ولی ما سوزنبانش که رئیسی باشه از شیشم ردی پریده شده دکترا. جدی؟ دکترا افتخاری تو چینو میگی؟ ببین اول ببینیم مراسم با شکوه. جناب آقای پروفسور هاوپینگ رئیس محترم کمیته امور دانشگاهی دانشگاه پکن دعوت می‌نماییم لوح استاد افتخاری را به جناب آقای دکتر رئیسی اعطا بفرمایند. چجوری از شیشه ردی و پری دکترا چینی‌ها میدونستن این کلاس شیشه؟ معلومه که میدونستن. اصلا همین پیشرفت یعنی همین که شیشم ردی تو ایران معادل استاد دانشگاه پکن. اینجوری از اون لحاظ پیشرفت میگن، همین قطار پیشرفت داره ببین، یکیش همینه دیگه. ببین این فقط یکی از هنرهای رئیسیه. تو زبان بدنشو ندیدی. ببین 2 تا عکس اینجا هست، یکی زبان بدنش با سفیر زیمبابوه است، یکی زبان بدنش با سفیر فرانسه. ببین بالکل زبان بدن متفاوته. او زبان بدن چه، این زبان فارسی رو به زور صحبت میکنه، این زبان 100 گرمیش تکون میده 100 تا سوتی در میاد، حالا بعد میخواد بدنش تکون بده زبان بدن استفاده کنه. دست بردار بابا، رئیسی رو اینقدر بهش بار اضافه سوار نکنی.
خب خبر آخر یک خبر تکان دهنده و مبتهج کننده است. ملاحظه فرمایید ساخت ماهواره ایرانی یعنی ولایی برای پیشبینی زلزله، اسمش هم گذاشتن ماهواره آیات. از کرونا یاب رسیدیم به زلزله یاب. دقیقاً. جای سلامی پس خالیه، چون این هر چی که یاب داره تو رژیم باید سلامی باید باشه، اصلا جدای ناپذیره. ولی من خیلی دوست دارم بدونم مکانیزمش چجوریه، این چجوری کار میکنه، از اونجا پیش بینی میکنه. ببین تو احتمالاً اون موقعی که سلامی داشت مکانیزم کار مستعانو میگفت گوش نکردی. اون ویروسه دیگه. میگفتش که میریم یه سری ویروس برمی‌داریم میذاریم تو خشاب شلیک میکنیم، میری ویروس جدیدا رو دستگیر میکنه میاد. یعنی کلام بهت میگفت طرف دانشمنده گفته بود بابا کل ویروس‌های کرونای دنیا رو جمع کنی سر سوزن میشه. این یه جوری میگفت مثلا انگار یک چیزه مثل چوب کبریت میکنی تو خشاب. مثلا سارق مسلحه بری دستمن بزنی. حالا اینا فهمیدن که چهارپایا مثل الاغ و قاطر و اینا زودتر زلزله رو میفهمن، یه دونه از اونها میذارن تو ماهواره میفرستن آسمون، اونجا اون پیش بینی میکنه، میگن زمین داره زلزله. خب این چه کاریه؟ خب اون چهارپایه همین رو زمین پیش بینی میکرد دیگه، چه کاریه سوار ماهواره‌اش کنن، ضمن که اصلا میگن سمش باید رو زمین باشه که بتونه پیش بینی کنه زلزله رو. ببین این خبرهای پیشرفت‌ها اینجوری تنظیم نشده برای آدمیزاد، تنظیم شده برای بسیجی سر اونا رو شیره بماله. همون بسیجیایی که مثل هم نوعای خودشون قدرت تشخیص زلزله هم ندارن. مجبورن اینجوری سرگرمشون کنن. ممنون که این هفته هم با ما بودید. تا یک برنامه دیگه و یک کامنت دیگه، خدا نگهدار همگی. شاد و سرفراز باشید. کت خدا به دادمان همی برس، خزانه فینیتو ته کشیده می باشندی. مالیات را زیاد کن. کردیم حتی به تاپاله گاوها هم مالیات بستیم، باز کفاف خرجهایمان را نمی دهد. عوارض را زیاد کن. کردیم الان حتی از قبرستان فینیتو هم عوارض میگیریم. سکه کشکی ضرب کن. هم ضرب کردیم هم تقسیم کردیم، الان مانده حلبی ها را هم جای سکه وارد بازار کنیم، باز کسری بودجه داریم. ای وای، نمیگذاری کسری خودم را با این منقل و وافور جبران کنم، حداقل بگذار کمی فکر کنم. آها، برو گوش و کنار فینیتو ببین چه از آبادی مانده که ما حراج نکرده ایم. کوه، جنگل، رودخانه، درخت، سنگ، کلوخ، قابلمه، کاسه، بادیه، مرغ، تخم مرغ، هر چی. این یعنی اینکه کل فینیتو را بفروشیم، مردم چپقمان را چاق میکنندی. بگو اموال دارالاماره است، اسمش را هم بگذار مولد سازی که کسی نفهمد. بودو که حراجش کردیم، کاسه دارالاماره، استخوان پس گردن گاو کت خدا، سایه نوردبان تا پاله مادیان کت خدا، بودو که حراجش کردیم. اون که کاسه من می باشنده. تخم مرغ‌های من اینجا چی کار میکنندی؟ ای دزدا، به اینم رحم نمی کنید، دیگر چیزی برای فینیتو نداشتید شما. مردم بزنید این دوزانه. زکی این مولد سازی بود یا دوزبازی؟ کت خدا اموال فینیتو رو به اسم اموال دارالاماره خرج کرده، اسمش رو هم گذاشته مولد سازی. بابا خر خودتی. تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در بیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما اگر اینجوری بشه. من اولا باید عرض بکنم بند ناف من منقطع شده، طلاب بریدن. این دلقک های سپاه پاسداران خودکلون میزنن، یه سانتونر دستشون میگیرن، اما وحشیان. بمب اتم نداریم، از جنایت، از تحجر ابایی نداریم، مشکل داریم. بنده هم که از مواد مخدر جدا نمیشم، به طور پیوسته تزریق میکنم، یعنی عملی تر از من نیست. این دکترین مقاومت امام خمینی است.
تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در خیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما. اگر اینجوری بشه شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه وحشی بود، دزد تروریست بود، بی آبروی خبیث بود، دامن من هم خیس بود. تعجب نکنید، موشک ندارم، درآمد نفتی ندارم، برجام پوستی ندارم، فشار بنده از تقریبا همه بالاتر است. وضعیت ناجور شد، فسادهای من رو شد، ریم دارم دام شد، ریم دارم دام شد. اما این کافی نیست. این خیلی چیز مهم و خوبی است. این را همه میدونه. آقا فایده این نداره. همین ملت میخوان از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن. تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در خیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما. اگر اینجوری بشه دوستان عزیز، بینندگان گرامی پیک شادی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از همراهی همه شما سپاسگزاریم و برای همتون لبی همیشه خندان و دلی همیشه شاد آرزو میکنیم. با ما در تماس باشین و ایده ها و نکات و نظرات ارزندتون رو حتما برامون ارسال میکنیم. تا برنامه دیگه و دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی شما. همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امیدو ببر کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا، از شب غم تا سحر